شما الان 52 سالته. خیلی خوب بوده. خیلی خوب بوده. اینو نداشتید دیگه. اینو نداشتید. خبر کنم. خب این در نتیجه یک انقطاع کروموزومی حاصل میشه که اتفاق خیلی نادریه و تقریبا هر 100 میلیون سال یک بار رخ میده. خب به طوری که در اون لحظه حساس که کروموزوم‌ها دارن سخت تلاش میکنن تا همدیگر رو با آغوش بکشن تا فرآیند تکمیل انجام بشه، یک مهمون بیشعور و سرزده و با عجله بیاد پشت در خونه و محکم در بزنه و همه چیزو خراب کنه. وقتی هم که در وا کردی میبینی که اومده پول قرض بگیره. آقا شما چقدر صدات خوشگله. فکر کنم از روش فهمیدم آقای چارلی قبل از انتقال کامل اطلاعات کابل USB رو کشیده یا اصلا نمیخواسته بریزه. نه مثلا زنش بریزه برق کشیده. پدرم کجاست؟ باید هرچه زودتر ببینمش. ما وقت زیادی نداریم. بعد 2 ساعت دیگه به سمت آریزونا پرواز کنیم. همسرم باید توی سمینار خیلی مهم روانشناسی سخنرانی کنه. چارلی بالاست، یه ذره حالش خوب نبود. میاد یکم دیگه دیر وقت. آخه از این شایعاتی که در مورد زندگیش به وجود اومده یه خورده عیزته. شما چیزی رو میدونید؟ چی رو دارید پنهان میکنید؟ چی رو باید پنهان کنید؟ چی مثلا؟ پدرم در مورد شما در اتاقنا بهم گفته تو باید کم باشی، تو هم لنی، قضیه کلوپ تنیس و این دوتا هم زناتون هستن. اون دوتا وحشم که در رفتن بیرون گلن و کاسی. خب منم بگو دیگه. نصف شایعات این شهر زیر سر ایناست. شایعه پنهانکاری، حفظ ظاهر. خسته نشدین؟ لولا عزیزم میشه اون اصل روانشناسی که به شایعه و قضاوت اشاره میکنن رو با صدای بلند براشون بگید؟ شایعه آفت گوشه. از گوش وارد مغزت میشه و تو رو به قضاوت میندازه. کل روز درگیرت میکنه. آرامش و آسایش رو ازت میگیره و یه حقیقت جعلی توی ذهنت ایجاد میکنه. حقیقت جعلی خیلی بده. سیاهه، محصول کارخونه ذهنه. به بازی ذهن نباید اعتماد کرد. تا چیزی رو بهش نگیدی باور نکن. اگرم دیدی بیشتر تحقیق کن. بیشتر. شما آقا، بله شما میشه لطفا از این گوش پاکن که این کاغذ چسبیده شده در گوشتون میکنید؟ ممنونم. حالا شما آقا حاضرید از این گوش پاکن مصرف شده استفاده کنید؟ نه؟ چرا؟ چون آلوده شده، درسته؟ شایعات هم به همین اندازه آلوده هستن تا باید مانع از ورود کسی که بگوش. لطفاً برای زدودن شایعات گوش از گوش پاکن همین دیگه روی کاغذ درد شده استفاده کنید. تو در رسان چی شده؟ اوه لعنت یا شماها همیشه برای پدرم دردسر هستید. امیدوارم که هیچ وقت نبینمت. تو به نظر آدم حسابی تنگ میای دیگه. سلام منو پیغام منو به پدرم برسون. تو رو میگم آدم حسابی؟ دیدی؟ بهتون هشدار دادم گفتم چی؟ بعد